روز تعطیل بود. 3 سال پیش را دقیق به یاد نمی آورم که آخر هفته بود یا وسط هفته، اما ایام محرم بود. این را از صدای آشنای نوحه ها می فهمیدم که از گوش و کنار به گوشم می رسید و آرام در کوچه پس کوچه های شرق تهران می پیچید. عجیب بود که هیچگاه فرصت گشت و گذار در این محله های تاریخی و اصیل شرق تهران را نداشتم، جز همان روز خاص که حالا 3 سالی از آن گذشته است. مقصد من 7 حوض بود، نامی زیبا و دلنشین برای میدانی که انگار همچون پارک کوچک آرامش و صفای خاصی را به رهگذران هدیه میداد. میدان 7 حوض که امروزه به نام میدان نبوت نیز شناخته می شود، در دهه 1340 ساخته شده و نامش را از 7 حوض کوچکی که در طراحی اولیه آن وجود داشت گرفته است. در طول سالها این میدان بارها بازسازی شده، اما همیشه توانسته اصالت تاریخی و اجتماعی خود را حفظ کند. میدان 7 حوض از گذشته به عنوان قلب تپنده اجتماعی و فرهنگی نارمک شناخته شده و محل تجمع خانواده ها و دوستان بوده است. قدم زدن در این میدان مانند سفر در زمان است، انگار که در قلب فرهنگ و اصالت تهرانی های قدیم قدم می‌گذاری. مردمانی که نگاهشان پاک و دلشان صاف است، لبخندهایی که صادقانه و از ته دل هدیه می‌دهند و مهمان نوازی که هنوز در میانشان زنده است. آن روز دوربین کوچکم را به سینه بسته بودم تا هنگام مشاهده این محله زیبا آداب و رسوم مردمش را با طبیعی ترین حالت ثبت کنم و چیزی از نگاه دقیق و تیزبینم پنهان نماند. مغازه ها بسته بودند. سکوتی آرام بخش همه جا را فرا گرفته بود. شاید برای خیلی ها بسته بودن مغازه ها ناراحت کننده باشد، اما برای من فرصتی بود که فارغ از هیاهو با آرامش بیشتری به درک عمق زیبایی و اصالت این محله قدیمی بپردازم. در حال قدم زدن و ثبت این آرامش بودم که پیرمردی با چهره‌ای مهربان به من نزدیک شد. به دوربین کوچک روی سینه‌ام نگاه کرد و با کنجکاوی پرسید: این دستگاه روی سینه‌ات چیست پسرم؟ آیا فشار خون را اندازه می‌گیرد؟ لبخندی زدم و به آرامی پاسخ دادم: نه پدر جان، این یک دوربین است، دارم فیلم می‌گیرم. پیرمرد با نگاهی پر از مهربانی و لبخندی شیرین گفت: خوب است پسر جان، اینجا را خوب فیلم بگیر تا همه بدانند تهران هنوز نفس می‌کشد. هنوز هم جاهایی هست که زندگی با صفا و سادگی جریان دارد. کلام پیرمرد چنان به دلم نشست که هرگز فراموشش نکردم. قدم‌هایم را دوباره آرام و پرشورتر از قبل ادامه دادم، با این اندیشه که تهران با تمام شلوغی‌ها و ازدحامش هنوز هم گوشه‌هایی دارد که اصالت، زیبایی و انسانیت در آن نفس می‌کشد. برای دیدن کامل این ویدیو به لینک در کانال اصلی که در دیسکریپشن گذاشتیم حتما مراجعه کنید. بدرود.